ایران جوری این فالوگیری با بوست و گوشت و بوست و دمانم رو بوسی کنم نمیدونستم مرامشون چند تا بوسه نمیدونستم مرامشون چند تا بوسه جا خاله داد یه بوسه جا خاله من موندم این دمپوی دستم با یه رفته بودیم خونه یکی خیلی لوکس لاکچری بود اصلا یادم رفت واسه چی اومده بودم تقریبا از شویا کی میخواد سایزمون بشه بچه بودیم برام بزرگ شد با تابعیت ثبت کشیده بودن ایرانی‌ها جلوی سفارت روسیه جلالو خیال چی اما این خبر واقعیت داره تایلند آزاد شد خبر 105 نفر میشنوی برایندش میشه تکونه که موقع خوردن میخونه بردار ولنتاین دیگه چه کوفتی بود افتاده برو بردار ولنتاین چه کوفتی بود بالاخره نه زود اومدم دیگه بلال شده افتاده به جون جوونه این سگه مغلوب